آخرای سال است، امسالم گذشت. خیلی ها تاختن، خیلی ها باختن، خیلی ها سوختند، خیلی ها ساختند، خیلی ها نفس کشیدند و خیلی ها از نفس افتادند. خیلی ها آمدند و خیلی ها رفتند. کسایی که آمدند شاید همیشه نمانند، ولی کسایی که رفتن بر همیش رفتن. زندگی بسیار سخت است، اما گاهی به سختیش میارزه. مهم نیست که دنیا بسیار نامرد است، مهم است که ما مرد باشیم و قدر همدیگه خدا بفهمیم. اجازه ندیم دور بمانیم. شاه پرک به خرس گفت دوست دارم. خرس گفت حالا میخوایم بخوابم، باشه وقتی که بیدار شدیم حرف میزنیم. خرس به خواب زمستانی رفت و هیچ وقت نفهمید که عمر شاه پرک فقط 3 روز است. همدیگه خدا دوست داشته باشیم. شاید فردایی وجود نداشته باشه. آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن و مرده ها به فاتحه، ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم. به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم، ولی راحت فاتحه زنده ها را میخونیم. گاهی فرصت با هم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست. بیاین ساده ترین چیزها را از هم دریغ نکنیم. محبت. سال خوبی داشته باشین عزیزانم.